انجام بینمازی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که متوجه نمازش نیست پس خداوند جل جلاله او را با 15 نوع جزا و مصائب روبرو می سازد که 6 نوع آن جزا در این دنیا است، 3 نوع آن جزا در هنگام مرگ است و 3 نوع آن جزا در قبر است و 3 نوع جزای دیگر در روز قیامت است. 6 نوع جزایی که در دنیا است: اول، در عمرش برکت از بین می رود. دوم، خداوند جل جلاله دعایش را قبول نخواهد کرد. سوم، خداوند جل جلاله نور را از صورتش خواهد گرفت. چهارم، از وی تمام مخلوقات دنیا نفرت و پرهیز خواهند کرد. پنجم، خداوند جل جلاله در قبال هیچ عمل نیک وی ثواب و اجر نخواهد داد. ششم، شخص بینماز هیچ وقت در دعاهای اشخاص نیک شامل نخواهد شد. 3 جزایی که در هنگام مرگ برای شخص بینماز است: اول، با بسیار سختی می میرد. دوم، در حالت گرسنگی می میرد. سوم، در حالت تشنگی می میرد. حتی اگر تمام آبهای اقیانوس‌ها را هم بنوشد تشنگیش رفع نخواهد شد. 3 جزای قبر: اول، خداوند جل جلاله قبر بینماز را آنقدر تنگ می سازد که از سمت راست و از سمت چپ استخوان‌های قبرغه آن در هم فرو می رود. دوم، خداوند جل جلاله جسد شخص بینماز را با قوقها یک جای در آتش خواهد انداخت. سوم، خداوند جل جلاله بالای جسد وی یک مار را به نام زورآور تعیین خواهد کرد که از صبح تا به چاشت و از چاشت تا به دیگر به همین ترتیب در بدل هر وقت نماز که او نخوانده است در طول روز و هر روز او را خواهد گزید و با هر بار گزیدن شخص بینماز 70 بار در زیر زمین فرو خواهد رفت. دوستان عزیز، بیایید که درباره تارک نماز از احادیث هم بدانیم. شخصی که نماز صبح را ترک می کند نور چهرهش از بین می رود. شخصی که نماز ظهر را ترک می کند در روزیش برکت نخواهد بود. شخصی که نماز عصر را ترک می کند وجودش ناتوان خواهد شد. شخصی که نماز شام را ترک می کند از استفاده اولاد محروم خواهد شد. شخصی که نماز خفتن را ترک می کند از فایده های خواب محروم خواهد شد. شخصی که نماز جمعه را ترک می کند دلش سیاه خواهد شد. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه: شخص بینماز باید تا حد زندانی شود که توبه کند. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه: از شخص بینماز خوک هم نفرت می کند. امام شافعی رحمت الله علیه: قصداً نماز را ترک کردن کفر است. دوستان عزیز، بیایید وعده کنیم که بعد از این نماز 5 گانه را ترک نمی کنیم و مهربانی کرده ویدیو را از روی ثواب با دوستانتان نیز شریک سازید.